تشیع از کجا شروع شد؟ همه چیز برمیگرده به واقعه غدیر خم. سال دهم هجری پس از پایان حجت الوداع، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با هزاران حاجی به طرف مدینه باز میگشت. در مسیر مکه و مدینه در منطقه‌ای به نام غدیر خم، جایی که راههای مصر، عراق، یمن و مدینه جدا میشدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میداد اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیامدن هنوز برسن. اعتراف اول، شیعه در زمان رسول خدا پس بوده. اعتراف دوم، قبول اصل ماجرای غدیر خم. اعتراف سوم، پیامبر خدا روز غدیر فرمودن اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن صبر میکنیم برسن. عجب اعترافی. سپس در گرمای شدید پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه طولانی را ارائه کردند. دست حضرت علی را بالا میکنه و میگه که هر کس که من مولای از او هستم، علی مولای اوست. اختلاف اصلی سر کلمه مولا است. اختلافات جای شکل میگیره که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان خلیفه مسلمانان تعیین میشن و اهل تشیع به باور بودن که باید حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر انتخاب میشه. آیا واقعا با این جمعیتی که تصویرش رو تو کلیپ نشون دادی و اینکه پیغمبر فرمودن صبر میکنیم اونایی که رفتن برگردن و اونایی که نرسیدن برسن، با تمام این اوصاف معنای کلمه مولا تو جمله نبی خدا مشخص نیست؟